امام علی رحمان خیانتکار است که در او هیچ مقدساتی وجود ندارد و نامردی سرلوحه کار اوست. در این برنامه به 10 خیانت امام علی رحمان اشاره میکنیم تا مردم شریف تاجیکستان بدانند چهره واقعی رحمان کدام است. خیانت اول: امام علی رحمان سببگار جنگ شهروندی در تاجیکستان بوده خون بیش از 150,000 تاجیک که در دوران این جنگ شهید گشتند و گردن اوست. رحمان با فرمان خواجگان خارجیش یعنی اسلام کریموف پرزیدنت وقت همسایه کشور ازبکستان و نیز بعض مقامات قدرتی روسیه فرانت خلقی را تأسیس نموده سال 1992 حکومت قانونی مراسای ملی تاجیکستان را سرنگون کرد. ولادیمیر کوچکوف پلکونی که به استعفا رفته و سابق کماندیر دیویزیای 201 روسیه در تاجیکستان در یک مصاحبه درباره چگونه تشکیل شدن فرانت خلقی و سرنگون کردن حکومت مراسای ملی میگوید: آخر اوگوست سال 1992 شبانه به من تلفن شد. دستور شد که تنها به جای معین شده آیم. من آمدم که در شتاب علیه مشاور پرزیدنت ازبکستان عاید به امنیت علیموف، وزیر دفاع ازبکستان اخمدوف، یک نماینده جمهوری قزاقستان و گنرال پلکونیک ورابیوف نماینده روسیه مرا انتظار بودند. برابر نشستن به من سوال دادند: شما از وضع تاجیکستان آگاهید؟ به من پیشنهاد کردند کماندیری دیویزیای 201 روسیه را در تاجیکستان به دوش گیرم و بریگاد 15 را هم با آن همراه کرده برای برطرف کردن نیروهای اسلامی عملیات گذرانم. مسئله نخستینه که پیش روی ما قرار داشت پیدا کردن داهی بود. من مدت 3 روز با سیاستمداران با تجربه تاجیکستان، راهبران سطح بلند، حتی با سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان، با کاتبان یکم آبکام کولاب و قرغان تپه هم صحبت شدم و ضمن صحبت اشاره کرده گفتم یگان اتوریته در کشور نیست که به طلبات ما جوابگو باشد. همین وقت کماندیر پالک میرقلوف گفت که اتوریته هست اما او جنایتکار است، داغی سودی دارد